با تورم کم میریم. پرسیدین درباره آجر و این چیزا. آجرها بیشتر به علت این که سوخت به اون اندازه‌ای که امروز در دسترس ما هستش در قدیم نبوده. در این ناحیه مجبور بودن از نیزارها یا درختانی که وجود داشته استفاده بکنن. بین النهرین اکثرا درخت نداره غیر از کنده خرما، تنه خرما، درخت خرما و اینا که برای سوخت بیشتر استفاده نمی‌کردن، برای طاقاشون استفاده می‌کردن. پس بنابراین هر جا ما آجر می‌بینیم، حالا چه لعابدار باشه چه نباشه، این آجرها در پرستشگاه ها استفاده شده. خونه ها بیشتر به همون خشت که در سایه اینا یا در آفتاب خشک میشه استفاده میکردن. و الان هم که مثلا تو شوش هم که میگونیم، مثلا دیواره که آقای کابلی حفاری کرده خشته نه آجر، که برای پیسازی و دیوارسازی اینا رویش ممکن بوده مثلا یه ردیف آجر بسازن، ولی بقیه بدنه از خشت درست میشده که دیگه نیازی به سوخت نداشته، چون به اون صورت سوخت در دسترس نبوده. اون مثالی هم که توی اشتباه نکنم در موهنجودارو که اومدن از منابع طبیعی، چون جنگل و اینا اونجا بوده، از سوخت استفاده کردن و خونه هاشون اومدن با آجر ساختن، تنها 3 نسل تونستن اونجا دوام بیارن، به خاطر اینکه دیگه منابع طبیعی خودشون از بین برده بودن، چیزی نداشتن، مجبور شدن که از اونجا به جای دیگه جاهای دیگه مهاجرت بکنن و اونجا رو رها کردن. جالب.